بحث آن که لباس به فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه‌های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. لباس به فرهنگ ملی بیگانه همه ما می‌دونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه‌هاش الکی در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن، لباسایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده است. در این کتاب نمونه‌ها، صورت‌ها پیشنهاد شده‌اند. منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی‌های اخیر بازنشر می‌شود. کتاب آماده چاپ است. نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیون مشترکی که از وزارت اداره‌های داخلدار شامل بودند در این کمیسیون قبول کردند. اما در مورد لباس‌های مردانه الکی چند این چیز مقرر است الکی. اما ما می‌دونیم که در تمام دنیا در مؤسسه‌های دولتی و وزارت اداره‌ها شیم و کستون مقرر شده است، چیزی بین المللی است. کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد می‌گردد و به تمام قشرهای جامعه دسترس می‌گردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد. نمونه‌های لباس‌ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس‌های ورزشی و دیگر نمادها. بر پایه نمونه‌های پیشنهادی آغاز ماه اوگوست جشنواره لباس‌های ملی در تاجیکستان برگزار می‌گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می‌خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چهاربینی‌های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. دستورالعمل تفسیری سال 2018 میباشد و لباس‌های تفسیری طوری قید شد اینجا برای خدمتچیان دولتی، برای سیر و گشت، برای چهاربینی‌های فرهنگی، برای درجه‌های جمعیتی با نظرداشت ارزش‌های ملی و انمو فرهنگ ملی ما خاص لباس‌های تفسیری پیشنهاد می‌گردد. برخی از شهروندان و سازمان‌های بین‌المللی این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور و اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند، اما امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت‌های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت که قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین‌المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی بدین آزادی وجدان محدود کرده شود. در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در مورد پوشیدن لباس‌های ملی دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس‌های البته رکن‌های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس‌های ملی با فرهنگ بیگانه میگه البته در نظر داشته می شود. من شدگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من نمیبینم. پوشیدن البته طرز همون در نظر داشته، شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمیکنم، فقط چشمش میتابد هم زنایو تمام. هرچند بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان میگویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. البته هر خلق و ملت و آدم‌ها را از روی تاریخ و لباس زبانشان میشناسند. به خاطر اگر که ما گپ درباره لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100-200 سال پیش را بگیریم، همون لباس‌های کشادی، کرتا و ازداری با متاهای تختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی‌های چکم بود. این را همه میدونند. همون 100-200 سال آخر. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک ببینید لباس‌های قدیمی خودشون از خاطر برآوردن و راه آوردن به یک لباسی میگم شینم‌تر، اینم راحت تر و این با او خاطری است که مثلا هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینم‌تر باشد برای که مردم اینو قبول کنند. بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است.
مقامات میگویند با هدف ترغیب ارزش‌های ملی و پیشگیری مردم از افراطی شوی طرح‌های ملی را پیشنهاد میکنند. برخی روحانیان میگویند که زیر لباسی به فرهنگ ملی بیگانه اساساً طرز لباس پوشی زنانی در نظر داشته شده است که بر اساس اعتقادات دینی به بر میکنند. هرچند در آغاز امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمانبر آن دانسته میشوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم علاوه پیدا شد که پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه را منع میکند.